دنیای هوش مصنوعی راستش یکم شبیه یه شهر شلوغ و بزرگه، نه؟ پر از ابزار جدید و هیجان انگیز. ولی سوال اصلی اینه چطوری تو این همه شلوغی اون ابزاری که دقیقاً به دردمون میخوره رو پیدا کنیم. امروز قراره با هم یه نقشه راه پیدا کنیم تا توی این دنیا جدید گم نشیم. خب بیایید رو راست باشیم. هوش مصنوعی دیگه واقعاً همه جا هست. هر روز یه ابزار جدید میاد و آدم خب یه جورایی گیج میشه. سوال اینه اصلا از کجا باید شروع کرد؟ اگه شما هم این حس سردرگمی رو دارید باید بگم که کاملا طبیعیه، ولی اصلا نگران نباشید، چون دقیقاً برای همین اینجاییم که یه مسیر مشخص بهتون نشون بدیم. ببینید راز کار این نیست که اسم تک تک ابزارها رو حفظ کنیم، چون خب این کار تقریباً غیر ممکنه. نکته کلیدی یه چیز دیگه است. باید دسته‌بندی ها رو بشناسیم، یعنی بدونیم هوش مصنوعی اصولاً چه کارهایی رو میتونه برای ما انجام بده. وقتی اینجوری به قضیه نگاه کنیم، انتخاب ابزار مناسب خیلی ساده تر میشه. بسیار خوب، بزنیم بریم سراغ بخش اول، تولید محتوای متنی و بصری. میدونید اون لحظه‌ای که به یه صفحه سفید زل زدید و نمیدونید از کجا شروع کنید؟ هوش مصنوعی اینجا مثل یه همکار خلاق میتونه به دادمون برسه. خب اینجا یه نکته خیلی مهم هست. همه دستیارهای نوشتاری یه جور نیستن و هر کدوم تخصص خودشونو دارن. مثلا اگه کارتون بازاریابیه و میخواید یه پست وبلاگ بنویسید که برای گوگل بهینه باشه، جسپر عالیه. اما اگه دنبال نوشتن یه داستان خلاقانه یا یه متن حساس و پیچیده هستید، کلاد خیلی بهتر عمل میکنه. پس همه چیز به این بستگی داره که شما دقیقاً چی میخواید. ولی صبر کنید، ماجرا فقط به کلمه‌ها ختم نمیشه. قدرت هوش مصنوعی خیلی فراتر از این هاست. الان ابزارهایی داریم که شما فقط یه توضیح ساده بهشون میدید و اونا یه تصویر فوق‌العاده حرفه‌ای و خیره کننده تحویلتون میدن. یعنی چی؟ یعنی هر چیزی که تو ذهنتون هست رو میتونید به معنای واقعی کلمه ببینید. یکی از گول‌های این حوزه میدجرنی هست. این جمله خیلی قشنگ کارش رو توصیف میکنه. میدجرنی از الگوریتم‌های پیشرفته استفاده میکنه تا تصاویر خیلی حرفه‌ای و جذاب بسازه و خیال شما رو به پیکسل‌های رنگی تبدیل کنه. جالبه بدونید که این ابزار توی پلتفرم دیسکورد کار میکنه و خروجیاش خب واقعا آدم رو شگفت زده میکنه. و این تازه شروع ماجراست. خلاقیت هوش مصنوعی از عکس هم فراتر رفته. مثلا رانوی رو داریم که یه ویرایشگر ویدیوی هوشمنده. بهش متن یا عکس میدی بهتون کلیپ ویدیویی میده. یا سینتزیا که ویدیوهای حرفه‌ای با آواتارهای کاملا واقعی میسازه که برای ویدیوهای آموزشی فوق‌العاده است. و حتی برای موسیقی ساندرا هست که دقیقاً با حال و هوایی که شما میخواید یه موزیکی خاص و بدون کپی رایت براتون میسازه. خب حالا بریم سراغ یه حوزه تخصصی تر. بخش دوم، ابزارهای کدنویسی و تحقیق. اینجا جاییه که هوش مصنوعی دیگه فقط یه ابزار نیست، بلکه مثل یه همکار خیلی باهوش کنار دست شما میشینه. توی دنیای کدنویسی این ابزارها دقیقاً مثل یه همکار برنامه‌نویس عمل میکنن. مثلا گیتاب کوپایلت به خاطر دقت فوق‌العاده بالاش معمولاً انتخاب اول برنامه‌نویس‌های حرفه‌ایه. از اون طرف کدیوم یه گزینه کاملا رایگانه که برای دانشجوها و فریلنسرها حرف نداره و تبنای این هم هست که تمرکزش روی امنیت و حریم خصوصیه و برای تیم‌های بزرگ شرکتی ساخته شده. حالا اگه اهل تحقیق و کارهای دانشگاهی هستید، هوش مصنوعی میتونه کل فرایند کارتون رو متحول کنه. این گردش کار 3 مرحله‌ای رو ببینید چقدر جالبه. مرحله اول، با یه ابزار مثل کنسنسس شروع میکنید. سوالتون رو میپرسید و اون با استناد به مقاله‌های علمی بهتون جواب میده. مرحله دوم، میرید سراغ ریسرچ رابیت. مقاله‌های مرتبط جدید رو براتون پیدا میکنه. و مرحله آخر و فوق‌العاده، فایل PDF مقاله‌ها رو توی چت جی پی تی آپلود می‌کنید و نه تنها خلاصه‌شون رو می‌گیرید، بلکه می‌تونید مستقیم از خود مقاله سوال بپرسید. واقعاً کار رو راحت کرده. و اما بخش سوم که به درد کار روزمره هممون می‌خوره. چطور بهره‌وریمون رو بالا ببریم؟ بیایید ببینیم هوش مصنوعی چطوری می‌تونه توی کارهای مدیریتی و روزانه به ما کمک کنه تا هوشمندتر کار کنیم. جالبه که حتی ابزارهای مدیریت پروژه‌ای که سال‌هاست ازشون استفاده می‌کنیم هم دارن هوشمندتر میشن. مثلا آسانا الان با هوش مصنوعی پیام‌های مهم رو از بقیه جدا می‌کنه. یا ترلو با ابزاری به اسم باتلر خیلی از کارها رو براتون اتوماتیک انجام میده. و رایک هم با تحلیل‌های پیش‌بینی کننده به تیم‌ها کمک می‌کنه که تصمیم‌های بهتری بگیرن. خب
تا حالا چیزی در مورد دستیار هوشمند جلسات شنیدید؟ تصور کنید یه ابزار مثل فایرفلایز به جلسات آنلاین شما اضافه بشه. این ابزار به طور خودکار کل جلسه رو ضبط میکنه، حرفها رو به متن تبدیل میکنه، یک خلاصه ازش بهتون میده و حتی میتونه مکالمات رو تحلیل کنه. یعنی چی؟ یعنی تمام مکالمات تیم شما تبدیل میشه به یه پایگاه دانش کامل که میتونید توش جستجو کنید. دیگه اون مشکل همیشگیه که تو جلسه چی تصمیم گرفتیم کلاً از بین میره. همه چیز ثبت و مرتبه. این واقعاً یه راه حل عالی برای یکی از بزرگترین مشکلات کار تیمیه. خیلی خوب، تا اینجا ابزارهای مختلف رو دیدیم. حالا تو بخش آخر بیاید یه قدم بریم عقب‌تر و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم. چطور این دستیارهای هوشمند رو بهتر بفهمیم و ازشون درست استفاده کنیم؟ یه مفهوم خیلی مهم وجود داره به اسم نقطه قطع دانش یا knowledge cutoff. این یعنی چی؟ خیلی ساده است. فکر کنید هر مدل هوش مصنوعی مثل یک کتابه که تا یه تاریخ مشخصی چاپ شده. اون از هیچ اتفاقی که بعد از تاریخ چاپش افتاده خبر نداره. پس یادتون باشه این مدل‌ها همه چیزدان نیستن و اطلاعاتشون تاریخ انقضا داره. این تایملاین رو ببینید. مثلا دانش مدل GPT 3.5 توربو توی ژانویه 2022 متوقف شده، در حالی که GPT 4 توربو تا دسامبر 2023 آپدیته. و خب مدل‌های جدیدتر مثل جمینای دانش بروزتری هم دارن. پس موقع استفاده حتما حواستون به این تاریخ انقضا باشه تا اطلاعات اشتباه نگیرید. و تمام این بحث‌ها ما رو به یه سوال بزرگ و فکر برانگیز میرسونه. با این همه قدرتی که هوش مصنوعی داره، واقعا قرار دستیار ما باشه یا رقیب ما؟ این سوالیه که جوابش آینده کار و خلاقیت هممون رو مشخص میکنه. این محتوا توسط تیم سوخت و بوب تهیه شده. مرسی که تا اینجا همراه ما بودید. یادتون نره که کانال ما رو سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.